فرض کنین توی بیابون بی آب و علف گیر کردین و گرمای هوا داره دمار از روزگار شما در میاره. حالا خدا رو شکر شما نقشه رسیدن به آب در بیابون رو دارین. حالا دیگه گرما نباید باعث بشه از ادامه دادن مسیر منصرف بشین یا روی حرف افراد ناشناس راه دیگه رو انتخاب کنین و باید تو مسیر استقامت از خودتون نشون بدین تا به آب برسین. خداوند تو آیه 16 سوره مبارکه جن یه وعده خیلی زیبا میده. ولو استقاموا على الطریقة لاسقیناهم ماء غدقا. و اگر آنان در راه راست پایدار می‌ماندند، نعمت‌های سرشار نصیبشان می‌کردیم. یعنی اگه تو همون مسیر درست قدم برداریم و استقامت کنیم، خدا بهمون بهترین نعمت‌ها رو میده. مثل چشمه‌ای که وسط بیابون از راه دور بهش میرسی، یه آب گوارا که جون تازه‌ای بهت میده. اما استقامت یعنی چی؟ یعنی حتی وقتی خسته شدیم یا وقتی وسوسه شدیم که بپیچیم سمت یه راه راحت‌تر، بازم به مسیر ادامه بدیم. اینجا پای صبر و تلاش میاد وسط. یادمون نره، استقامت تو راه درست میتونه کلی نعمت بزرگ به همراه داشته باشه.